رو که تصور کنید یک رئیس جمهوری میتونه در اوقات فراغت خودش انجام بده، پوتین انجام میده. از ورزش‌های رزمی گرفته تا شنا در آب‌های سرد سیبری، اسکی و شکار خرس قطبی و حتی رانندگی با اتومبیل‌های مسابقه فرمول 1. در واقع ولادیمیر پوتین علاقه زیادی به انتشار تصاویر خودش داره. اما به اعلام فهرست دارایی‌هاش که میرسه، همه چیز در حاله‌ای از ابهام قرار میگیره. ثروتی که براش تخمین زدن 70 میلیارد دلاره، اما مقدار دقیقش مشخص نیست. به نظر شما ثروت واقعی پوتین چقدره؟ اگه دوست دارید بریم ببینیم ولادیمیر پوتین پولدارترین آدم دنیا هست یا نه، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ولادیمیر پوتین در 7 اکتبر 1952 در سن پترزبورگ روسیه متولد شد. یک سیاستمدار و رهبر سابق اطلاعاتی روسیه است که از سال 2000 تا هم‌اکنون رئیس جمهور روسیه است. گرچه پوتین تلاش میکنه تا خودش رو به عنوان سیاستمداری فروتن و بیریا که درآمد چندان زیادی نداره نشون بده، ولی شایعات درباره ثروت مخفی اون بسیار زیاده. جالبه بدونید که طبق گزارش مجله فوربس، ولادیمیر پوتین 4 بار به عنوان ثروتمندترین فرد جهان انتخاب شده. درسته پوتین از ثروت خودش سخنی به زبون نمیاره و همواره مدعیه که درآمدش 100,000 پونده. اما بر اساس اسناد موجود رئیس جمهوری روسیه، 1 قطعه زمین، 2 آپارتمان و 3 تا خودرو داره که این فقط دارایی‌های ثبت شده‌اش هست و مابقی دارایی‌هاش از همه پنهانه. منتقدان مدعی‌اند که پوتین 20 تا کاخ لوکس و مجلل، ویلاهای مخفی، پیست اسکی، قایق‌های تندرو، 43 تا هواپیما، 700 تا ماشین و 15 تا هلیکوپتر داره. مجموع ساعت‌های 1 میلیون دلاری، آثار هنری به ارزش میلیاردها دلار و یک کشتی بزرگ به ارزش 100 میلیون دلار. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً همینجا لایکش کنید. گفته شده پوتین چندین عمارت لوکس و لاکچری در سن پترزبورگ، مسکو، سوچی و قصر نانسی هم داره. اما یکی از عمارت‌های زیبای پوتین که بر روی صخره مشرف به دریای سیاه قرار گرفته، یک ویلای ساحلی زیبا با مساحت 170 هکتاره. یکی از بزرگترین کاخ‌های لوکس و مجلل در کشور روسیه که متعلق به پوتینه و 1.4 میلیارد دلار ارزش داره که به کلبه روستایی پوتین یا پوتین پالاس معروفه. این عمارت دارای جنگل‌های انبوه، کلیسا، گلخونه، پمپ بنزین، گاراژهای پر از ماشین‌های میلیون دلاری، سالن فیتنس، کازینو، استخرهای مرمرین با مجسمه‌های خدایان یونانی، سقف‌های نقاشی شده اسپا با حمام‌های سنتی، سالن موسیقی، اتاق‌های رختکن برای همه کارکنان و آمفی‌تئاتر و سینمای مجهز و خصوصیه. طبق گزارش‌ها بیشتر این عمارت توسط یک برند انحصاری لوکس ایتالیایی تجهیز شده که شامل 11 تا اتاق لوکس و مجلل با مبلای لویی 14، مبلمان اتاق ناهارخوری 500,000 دلاری و میز 54,000 دلاریه. حتی دارای حمومای تزیین شده با بروزهای توالت ایتالیایی 850 دلاری و جا دستمالی 1250 دلاریه. اما ثروت پوتین به عمارت و ملک‌های خاص خلاصه نمیشه. پوتین مجموعه‌ای از خودروهای لوکس و اسپورت هم برای استفاده شخصی و رسمیش داره، مثل ماشین لوکس و فوق زرهی و ضد گلوله آروسنات که با اسم روسی رولز رویس هم شناخته میشه و 300,000 دلار ارزش داره. همچنین از لیموزین‌های فوق لوکس برای تشریفات و مراسم خاصش استفاده میکنه. مرسدس بنز اس کلاس که برای نقل و انتقالات درون شهری و آدی آ8 که برای تجمعات و مسافرت‌های رسمیش استفاده میکنه. لیموزینی که در اختیار پوتینه یه خودروی کاملا روسیه، ساختش 6 سال زمان برده، 3.5 تن وزن داره و شیشه‌هاش ضد گلوله و ضد موشکه. پوتین مجموعه فوق‌العاده‌ای از کشتی‌های تفریحی مجلل و لوکس داره، مثل کشتی 100 میلیون پوندی نهنگ قاتل و کشتی 500 میلیون پوندی شهرزاد. یک کشتی به اسم کشتی تفریحی برازنده داره که از یک سویت دوبلکس، یک بالکن تاشو، 2 سویت VIP و 3 تا کابین مهمون تشکیل شده و دارای ظرفیت پذیرش 12 تا مهمون به علاوه 2 تا خدمه است. کشتی تفریحی مرغ دریایی که به روسی چایکا خونده میشه، در سال 2011 به طور رسمی برای اداره ریاست جمهوری روسیه
برای میزبانی از جلسات رسمی استفاده می شده. این کشتی 54 متر طول داره و دارای جکوزی 6 نفره، باربیکیو، بار و علاوه استخر آب گرم با دیوار آبشار شیشه‌ایه. کشتی زیبای المپیا که از قبلی‌ها اسرارآمیزتره و 57 متریه و دارای یک سکوی هلیکوپتر، یک سونا، یک استخر سرپوشیده که میتونه به فضای رقص تبدیل بشه و یک سالن غذاخوری مفصل برای 12 نفره. اخیراً پوتین یک کشتی 223 فوتی به ارزش 40 میلیون پوند به نام ویکتوریا را به مجموعه خودش اضافه کرده. گرانترین کشتی تفریحی پوتین شهرزاده که 140 متره و 500 میلیون پوند قیمت داره. گرچه برخی تخمین میزنن که قیمت واقعیش نزدیک به 750 میلیون پونده. این کشتی یک استخر، یک سینمای خانگی بزرگ داره، سالن‌های با میز بیلیاردهای بزرگ. در واقع این کشتی تفریحی تقریباً به طور کامل با طلا پوشونده شده. حتی نگهدارنده‌های رول توالتش از طلاست. همچنین 94 تا خدمه و ظرفیت 40 تا مهمون هم داره. بر اساس آمارهای رسمی دولت روسیه، پوتین حدود 180,000 دلار تو بانک داره و در 4 سال گذشته حدود نیم میلیون دلار دریافت کرده. به نوشته نشریه بیزینس اینسایدر، 75% از شرکت‌های نفتی گانور، 37% از شرکت نفت و گاز روسی، 4.5% از شرکت معروف گازپروم متعلق به ولادیمیر پوتینه. اطلاعاتی که هرگز تایید نشده و مقام‌های دولتی روسیه بارها اونو تکذیب کردند. پوتین انواع و اقسام جت‌های شخصی و هواپیما و بالگردهای مجلل و بزرگ و کوچیک داره که شامل بارهای کامل، سالن ورزشی، اتاق خواب، میزهای کنفرانس مجلل که گفته شده بیشتر لوازم داخلش با لایه‌هایی از طلا ساخته شده، حتی سینک دستشوییش. خب به نظرتون شما پوتین ثروتمندترین آدم دنیا هست یا نه؟ نظراتتون رو توی کامنت‌ها بهم بگین و ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. پیشنهاد میکنم بقیه ویدیوهای کانال هم ببینید.